در 5 سپتامبر سال 1969 در روستایی دورافتاده در منطقه سیبری اتحاد جماهیر شوروی رویدادی رخ داد که دانشمندان مطرح آن زمان را به چالش کشید. این ماجرا به قدری غیر قابل توصیف بود که گویا صفحه‌ای از یک رمان علمی تخیلی جدا شده است. در این ویدیو به بررسی و تحلیل این رویداد مرموز و عجیب خواهیم پرداخت، اما در آخر ویدیو پرده ها بالا خواهند رفت و اسراری را فاش خواهم کرد که برای سالها در بایگانی اتحاد جماهیر شوروی پنهان شده بودند. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باش. همه چیز در اعماق زیری سطح زمین در تونل های کم نور یک معدن زغال سنگ اتفاق افتاد. معدنچیان مثل همیشه بی‌وقفه مشغول کارهای روزمره خود بودند و با مشقت و سختی فراوان زغال سنگ‌ها را از عمق 230 فوتی زمین استخراج می‌کردند. ولی ناگهان در میان صداهای گوشخراشی که ناشی از برخورد ابزار به سنگ‌ها بود، کلنگ یکی از معدنچیان به طوری که انتظارش نمی‌رفت به چیزی تو خالی برخورد کرد. معدنچی با مک صورتش را پاک کرد و با کنجکاوی و احتیاط آوارها را آرام آرام کنار زد و کم کم شکافی بی انتها در دیوار آشکار شد. این شکاف به قدری عمیق بود که به نظر می رسید نور در تاریکی آن شکاف به گونه‌ای غیر عادی بلعیده می شود. با فرو ریختن دیوار آن شکاف به اتاقی مخفی باز شد که برای هزاران سال نور به آنجا نرسیده بود. در داخل شکاف هوا غلیظ‌تر و متأثر از رمز و راز بود و آنها با تعجب به یک تابوت بزرگ سنگ مرمر با طراحی نفیس که حدود 8.5 فوت طول و 3 فوت ارتفاع داشت خیره شده بودند. رئیس منطقه معدن الکساندر ماسالیگین وقتی که گزارش گیج کننده یکی از معدنچیان خود را دریافت کرد، با درک اهمیت بالقوه این یافته بلافاصله مقامات شوروی را مطلع کرد و مجموعی از رویدادها را به راه انداخت که منجر به گمان زنی‌ها و ایجاد تئوری‌های مختلف شد. این کشف به سرعت در مرکز توجه اهالی آن منطقه قرار گرفت و ترکیبی از هیجان و دلهره را برای آنان به ارمغان آورد. سرانجام هنگامی که تابوت به سختی به سطح زمین آورده شد، معدنچیان به دلیل کنجکاوی خود تصمیم به باز کردن آن گرفتند و باور نمی کنید وقتی که در تابوت باز شد آنها با چه چیزی روبرو شدند. قبل از اینکه به ادامه ویدیو بپردازیم لطفاً ویدیو رو لایک کنید. آنها پس از مدتی تلاش وقتی موفق شدند در این تابوت را باز کنند، با جسد فوق‌العاده حفظ شده یک زن جوان که زیبایی بی سابقه و موهایی بور با چشمان آبی داشت روبرو شدند. این زن به گونه‌ای در آنجا دراز کشیده بود که انگار سالیانی دراز است که به خوابی عمیق فرو رفته است. از دیگر ویژگی‌های او لباس سفیدی بود که این زن بر تن داشت، چون این لباس به طرز عجیبی شفاف بود و ظاهراً از پارچه‌ای ساخته شده بود که جنس اون پارچه برای ما ناشناخته به نظر می رسید. اما عجیبترین مورد این تابوت فقط این زن نبود، بلکه در کنار سرش یک جعبه فلزی کوچک سیاه رنگ قرار داشت که سالها بعد با اختراع و توسعه گوشی‌های هوشمند شاهدان این رویداد معتقد بودند که جعبه سیاه کنار این زن دستگاهی شبیه به یک گوشی هوشمند بوده است. اما از دیگر عجایب این زن پوست او بود. بنابر گفته شاهدان پوست او به طرز عجیب و باور نکردنی سفید بود که او را زنده تر و سالم تر از خود معدنچی ها نشان میداد. این پدیده ساکنان محلی را در شوک فرو برده و تقریبا همه اهالی روستا برای دیدن آن تابوت عجیب به معدن می آمدند. یک مرد جوان بی‌پروا به دلیل کنجکاوی تصمیم گرفت انگشت خود را در مایع صورتی شفافی که جسد این زن در آن شناور بود فرو برده و مقداری از این ماده صورتی را مزه کند که معلوم شد این ماده عجیب کاملا بیمزه و بیبو است. با این حال در یک چرخش غم‌انگیز وقایع تنها یک هفته بعد به دلایلی نامعلوم در سرمای شدید زمستان تسلیم شد و در یخزدگی جان خود را از دست داد. اما مرگ او تنها مورد مرتبط با این کشف مرموز نیست.
زیبایی نهفته در تابوت حفاری شده به زودی به عنوان شاهزاده خانم تیسول شناخته شد و تیسول نام ناحیه‌ای بود که روستا در آن قرار داشت. سرانجام در پی این شایعات و صحبت‌های مردم، کنجکاوی مقامات بلندپایه دولت برانگیخته شد و آنان نیز به محل این رویداد آمدند. آنها بلافاصله منطقه اطراف تابوت را پاکسازی کرده و به جمعیت جمع شده در مورد خطرات عفونی احتمالی آن هشدارهایی دادند. هدف آنها این بود که تابوت را با هلیکوپتر خود به جای منتقل کنند که بتوان آن را تجزیه و تحلیل کرد. با این حال تلاش برای انتقال تابوت از طریق هوایی بیفایده بود، زیرا وزن آن تابوت بسیار سنگین‌تر از چیزی بود که فکر می‌کردند. آنها تصمیم گرفتند مایع صورتی را در ظرف مخصوصی تخلیه کرده تا تابوت سبکتر شود و به طور جداگانه بتوانند آن را حمل کنند. وقتی که آنها این کار را انجام دادند، اتفاقی رخ داد که این وقایع را عجیب‌تر نیز کرد. هنگامی که مایع صورتی تخلیه شد، بدن کاملا حفظ شده و زنده این زن دستخوش دگرگونی شگفت‌انگیزی شد و در عرض چند دقیقه پوست سفید او در مقابل تماشاگران تغییر کرد و باعث شد شاهزاده خانم ظاهر واقعی خود را از دست بدهد. این رخداد باعث شد که بسیاری بر این باور باشند که مایع صورتی و خود تابوت دارای نوعی خواص حفاظتی است که میتواند بدن او را در حالتی انیمیشن مانند معلق نگه دارد. شاهزاده تیسول در نهایت برای تجزیه و تحلیل علمی به نووسیبیرسک منتقل شد و چند هفته بعد پروفسوری که این تابوت را بررسی کرده بود مقاله‌ای در این باره نوشت. اما نتیجه‌ای که از این تحلیل‌ها به دست آمد چیزی جز انقلابی وحشتناک در تاریخ نبود. داده‌ها حاکی از آن بود که شاهزاده خانم تیسول و تابوت او تقریباً 800 میلیون سال قدمت داشتند، رقمی که جامعه علمی را متحیر کرده و اساس تاریخ بشر را به چالش کشید. چون این عصری شاهزاده خانم را نه فقط قبل از طلوع تمدن بشری بلکه قبل از ظهور اشکال پیچیده زندگی که ما آنها را میشناسیم قرار میدهد. اینها پیامدهای عمیقی بودند که نه تنها بازنویسی تاریخ بشر بلکه بازنگری کامل خود خط زمانی تکامل را نشان میدادند. اما این تنها تئوری نبود. برخی معتقد بودند که شاهزاده خانم بخشی از گروهی از بازدید کنندگان فرازمینی است که از مکان دیگری به زمین آمدند و جعبه فلزی در کنارش به عنوان یک تایمر برای بیداری او و وسیله‌ای برای بازگشت به سطح عمل می‌کند. اعتقادات بر این بود که پوست کامل سفید این زن نشانه این است که او از سیاره‌ای با نور خورشید بسیار کمتر است. اما بنابر گفته یکی از برجسته‌ترین تئوری‌ها به احتمال زیاد او نماینده یک تمدن باستانی بوده است که می‌تواند مولد بشریت باشد. طبق این نظریه شاهزاده خانم تیسول شخصیتی بسیار مهم از اعضای این جامعه باستانی بوده که برای هزاران سال از طریق وسایل و تجهیزات از دست رفته آن زمان حفظ شده است. نوعی فاجعه یا چیز دیگری این تمدن را از بین برده و این تابوت و شاهزاده خانم را از آن دوران به یادگار گذاشته است. طبق افسانه ها زمانی خواهد آمد و او بیدار خواهد شد. ولی اکثر این تئوری ها بیشتر شایعاتی از مردم محلی این روستا بوده و تا حدودی به واقعیت نزدیک است. حال نظر شما چیست؟ آیا موارد ذکر شده در این ویدیو می توانند حقیقت داشته باشند و این زن مسافر زمان است یا همه این مطالب ساخته خبرنگاران و شایعات مردم محلی می باشد؟ لطفاً نظراتتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید. اگر به کشف اسرار مرموز دنیا علاقه‌مند هستید لطفاً کانالم رو سابسکرایب کرده و این ویدیوی هیجان انگیزی که یکی از ترسناکترین حقایق کره شمالی را فاش می کند ببین.